ساجد من دارم میرم بیرون. باشه برو مامان. ساجد فقط دست به این کتری نزنی. نزنی تو بر. چرا باید بزنی؟ مراقبم. من جارو زدم ظرفام تو کابینت بالایی غذا خواستید بخورید بردارید. برو دیگه. این غذا کمه یه رو دیگه خاموشش. نسوزه. خیلی بازی نکنی یادت بره بسوزی غذامون نکنی. یه رو نمیتونم بالای این خونه برم. که نمیگم ساجد در رو غریبه یه وقت باز نکنید. جارم پاک نکردم قبل رفتم. از شیرم وایتک زدم نرید توش تا وقتی من بیام بشورم. چه کاریه مامان؟ خدا خسته شدم یه بیرون میخواستم برم چه زدم خالت زنگ زد بگو من رفتم بیرون. عمت زنگ زد جواب ندی. خنگ بازی نکنی بگی من رفتم بیرون. به عمت حالا بگی رفتم بیرون اضافه حرف در میاد. اینا چیکار کنم بدون بکش راحتم. صد کلیدم آوردم. آره برد. نبردم. هست خنگ بازی نکنی یادافظ. گولا گولا رو آب ندادم. شیر حیات ساجد میذارم تو باغچه ببندی. کتریو گذاشتم آب شه ببندی. حیاتم شسته من میرم نیم ساعته میام. برو مامان دیگه. دیوارا رو هم تی کشیدم دست نزنید یه وقت این دیوارا خراب شه. ساجد کلیدم آوردم. هستم. ساجد خدافظ. چند دیر ساعت 7 شو. میبندی دیگه. مامان دیگه نمیرسم دیگه. خنگ بازی توه دیگه.